با سلام خدمت دوستان عزیزم در وبسایت logonomy.ir. با بخش دیگری در خدمت شما هستیم برای دقیق معرفی علمان هایی که به شما کمک میکنه برای گرید بندی. گرید بندی یکی از مسائلی هستش که خیلی دقیق سوال میشه در موردش و نحوه اجرای اون یکی از مسائلی هستش که همه باش درگیرن در ایلوستریتور. برای این موضوع میتونم با معرفی اولین المانی که در این موضوع به کار میره تو منوی ویو جایی هست به نام شو گرید. صفحه شطرنجی که مشاهده میکنید به صورت کامل در تمامی دقیق قسمت های کاری شما دیده میشه. برای اندازه گذاری این دقیق قسمت شما با توجه به اینکه سایز صفحتون رو مشخص کردید از قبل، برای مثال من اینجا صفحه 1000 پیکسل در 1000 پیکسل باز کردم، حالا این میتونه به واحد اندازه‌گیری سانتی متر هم محاسبه بشه. برای اینکه بدونیم که چگونه میتونیم سایز این گرید ها رو تغییر بدیم به منوی ادیت میریم و در قسمت پریفرنسز جنرال رو باز میکنیم یا کنترل کی میزنیم که کادر محاوره پریفرنسز باز بشه. در قسمت گایدز اند گرید شما به قسمت گرید دقیقا مراجعه میکنیم. رنگ گرید رو میتونم از این قسمت تغییر بدم، تیره تر یا روشن ترش بکنم یا با هر رنگی که دقیقا انتخاب شما هست رنگ گرید رو تغییر بدیم. گرید رو میتونیم از حالت لاینز به حالت داتس در بیاریم، یعنی به صورت نقطه چین دیده بشه، یا به همون به صورت لاین دقیقا به نمایش در بیاد. گرید لاین every 100 پیکسلز. اینجا الان واحد اندازه‌گیری رو روی پیکسل که من گذاشتم، الان اینجا مشاهده میکنید که 100 پیکسل رو اینجا گرید لاین یعنی خط پهن‌تری اینجا داره نمایش میده. ساب دیویژن رو عدد 2 هست، یعنی هر 100 پیکسل به 2 قسمت تقسیم میشه. هر مربع کوچیکی که اینجا میبینیم 50 پیکسل هست. حالا اینو میتونیم رو عدد 4 بذاریم یا هر تقسیم بندی که مورد نیازتون هست از این بخش انجام بدید. آپشن بعدی که میتونم بهتون معرفی کنم این قسمت هست، گریدز این بک. معمولا توی سیستمایی که اینستال میشن در ایلوستریتور معمولا این فعال هست. حالا این چه کاری انجام میده؟ اگر گریدز این بک فعال باشه، شما زمانی که میان یک آبجکت میکشید بر روی صفحه و رنگی هم داشته باشه، همونطور که مشاهده میکنید گریدز در پشت هست. بعضی وقتا نیاز هستش که طراح با توجه به این که میخواد روی جزئیات لوگو کار بکنه، نیاز به این داره که گرید بر روی لوگو باشه. من دوباره کنترل کی رو میزنم، بازم به قسمت گایدز اند گرید میرم و این بار گریدز این بک رو برمیدارم. همونطور که مشاهده میکنیم گرید بر روی آبجکت قرار میگیره. اینجوری خیلی راحت تر میتونین برای قسمت بندی کردن دقیق لوگو یا هر آبجکتی تصمیم بگیریم. نکته بعدی در بخش دیگری هستش که snap to grid رو ما میتونیم فعال کنیم با این شورتکات shift control کوتیشن. این قسمت وقتی که فعال بشه، شما اگه بخواید ترسیم انجام بدین، ترسیم با چسبندگی بر روی دقیق این قسمت بندی های گرید انجام میشه و خیلی دقیق هست، سایز بندی رو خیلی دقیق انجام میده و دیگه نیازی نیستش که من بر اساس سایز دقیق لوگویی که میخوام برم جلو بخوام هی به سایز رو کنترل بکنم. اینجا با خیلی راحت میتونم این حرکت رو انجام بدم. نکته بعد در مورد این مسئله هستش که snap to grid و دقیق به همراه snap to point و smart guides باید اینجا حتما فعال باشن. همچنین برای ترسیم با پنتول خیلی راحت شما میتونین با استفاده از این قابلیت، حالا من اینجا فیل رو بیرنگ میکنم و استروک رو قطرش رو افزایش میدم. شما خیلی راحت میتونید ترسیم رو بدون استفاده از شیفت یا آلت و کنترل فقط روی نقاطی که مشاهده میکنین من فقط کلیک بکنم و به راحتی بچسبه بهش و بتونم ترسیمی انجام بدم و بر این اساس ترسیم خیلی دقیق هست و حتی میتونید از قابلیت های پنتول به شکل های دیگری هم استفاده بکنین که دقیق اشکال مختلف رو بتونید ترسیم کنین با حداقل خطا و با حداقل دقیقا میشه گفتش که گره. مسئله بعد در مورد گرید دقیقا میشه گفتش که همکاری اون با گایدلاین هست. این یکی از المان هایی هستش که در ترسیم ما میتونیم استفاده کنیم که گرید به صورت چارزلی هست. حالا من گرید رو هیدن میکنم. گرید همیشه هست در صفحه، دیده نمیشه. فقط snap to grid رو هم غیر فعال میکنیم که خاصیت چسبندگی در نبودش ایجاد نشه. دکمه کنترل آر رو بزنیم، منوی ویو جایی هست به نام گایدز. الان هاید گایدز
که الان میبینید گایدلاین رو داره دقیقاً هیدن کرده. ما اگر اینو در حالت هاید قرار بدیم دقیقاً چیزی دیده نخواهد شد، ولی الان که اگر بخوام گایدلاین رو بیارم باید ببینیمش. تو منوی ویو جایی هست به نام رولرز، شو رولرز، کنترل آر شورتکاتش هست. وقتی که این خطکش در صفحه ظاهر میشه شما میتونید واحد اندازه‌گیری شو با دکمه سمت راست تو این قسمت بیاین تغییر بدین به یک از واحدهای اندازه‌گیری که لازم دارید. همینطور برای تغییر واحد اندازه‌گیری در قسمت پراپرتیز شما قسمت یونیتس رو دارین که از این بخش هم میتونین بیاین و تغییر واحد اندازه‌گیری رو صورت بدید. بر ترتیب برای آوردن گایدلاین یا خطوط راهنما در ایلاستریتور شما کلیک و درگ میکنیم. وقتی که این خط دقت فرضی اینجا میاد، این خط بازم میبینید دیگه رنگ خاصی داره. این رنگ خاص میتونه تغییر بکنه، یعنی با انتخاب این گایدلاین مثل یک آبجکت باش برخورد میشه در پنل لیر. اینجا گایدلاین رو ظاهر میکنه، چون گایدلاین خصوصیتش این هستش که در ایلاستریتور میتونه تبدیل به آبجکت بشه. همینطور آبجکت ها میتونن تبدیل به گایدلاین میشن. از این منظر میشه گفتش که ما برای گرید بندی از این دقت المان میتونیم به عنوان یک آلترناتیو استفاده کنیم برای اینکه بتونیم راحت‌تر طراحیمون رو انجام بدیم. حالا مورد اینجاست، مختصاتی که من میخوام این گایدلاین رو قرار بدم الان دقیقاً کجا قرار میگیره. اگر بخوام مختصات دقیقی بهش بدم در قسمت ترانسفورم اینجا داره به من نشون میده که روی مختصات 113 قرار گرفته. برای مثال میتونم اینو بزنم که روی مختصات 100 قرار بگیره. همونطور که میبینیم خیلی دقیق میره بر روی مختصات خودش قرار میگیره. اگر بخوام که از اول رو مختصات دقیق قرار بدم میتونم با دکمه شیفت رو نگه دارم. وقتی که گایدلاین رو به صفحه میارم با خاصیت چسبندگی بر روی درجه‌های خطکش مواجه میشیم. یعنی اینجوری خیلی سریعتر من میتونم مختصات دقیق بهش بدم و اینو دیولپ کنم و توسعهش بدم. همینطور غافل نشیم از اینکه گایدلاین میتونه مثل یک آبجکت کپی و پیست بشه. یعنی میتونم با آلت کلیک درگ کردن دقیق گایدلاین رو چیکار کنم؟ کپی بکنم. ولی از این نظر که بخوام تو مختصات دقیق قرار بدم اینو حتما باید روی مختصات دقیق به صورت دستی قرارش بدید. تنها نرم افزاری از مجموعه نرم افزاری ادوبی هستش که اجازه میده که گایدلاین زاویه بگیره. شما میتونید دکمه آر رو بزنید یا ابزار روتیت بیاد یا دابل کلیک کردن بر روی ابزار روتیت زاویه خاصی رو براش تعریف کنیم. مثلا برای این کار من زاویه 30 درجه رو تعریف میکنم، دکمه تب رو میزنیم مشاهده کنیم، یا میتونیم پرویو رو روشن خاموش کنیم ببینیم که 30 درجه آیا درست هست یا خیر. دکمه کپی رو میزنم. کپی رو برای چی زدم؟ به خاطر اینکه میخواستم اصل کار که 0 درجه بود باقی بمونه و 30 درجه اینجا لحاظ بشه. با دکمه کنترل دی میتونم این کار رو تکرار کنم. همونطور که مشاهده میکنین ما گایدلاین ها رو به زوایای مختلفی در آوردیم و الان میتونم با انتخاب همشون اینا رو جابجا بکنم و از خاصیت دقیق شکل هندسی که اینجا به وجود اومده استفاده کنم برای طراحی‌هایی که لازم دارم. نکته بعد در مورد گایدلاین این هستش که شما وقتی که به صورت افقی یا عمودی میتونین گایدلاین رو به صفحه بیارین، برای هیدن کردنش دکمه کنترل سمیکالون رو بزنین، هیدن و شو میشه. گایدلاین جزء المانه هایی هستش که چاپ نمیشه مگر اینکه ما بهش هویت بدیم. هویتش این هستش که میتونه تبدیل به آبجکت بشه و مثل آبجکت خط رو ما بیایم قطرش رو تغییر بدیم یا کاری از این دست انجام بدیم. برای هیدن کردنش تو منوی ویو گایدز هاید گایدز یعنی کنترل سمیکالون رو میتونیم بزنیم. مسئله بعد این هستش که توی بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم ممکنه که محل قرارگیری گایدلاین برامون خیلی مهم باشه و ما متوجه نشیم در هنگام کار دستمون بخوره یه دفعه جابجا بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته میتونین گایدلاین رو قفل کنی. تو منوی ویو در قسمت گایدز لاک گایدز آلت کنترل سمیکالون رو اگه بزنیم گایدلاین ها قفل میشن و دیگه حرکت نمیکنن. برای اینکه دوباره آنلاکش بکنیم میتونید دکمه سمت راست رو بزنیم و آنلاک گایدز رو خیلی راحت‌تر از این قسمت انتخاب کنیم یا دوباره همون شورتکات کنترل سمیکالون رو بزنید. نکته بعد در مورد گایدلاین و همینطور آبجکت هایی که در این منظر میتونیم که با فاصله خاصی اینا رو کپی بکنیم از طریق آلت کلیک درگ که امکان پذیر هست. از دو روش دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. روش اول این هستش که گایدلاین رو انتخاب کنیم، دکمه اینتر رو بزنم، گزینه موو باز میشه.
اینجا میتونم بیام مختصات براش تعریف کنم، یعنی هوریزونتال، ورتیکال رو صفر کنم. دیستنس رو در زاویه 0 درجه بیام مثلا تعریف کنم برای 50 پیکسل که الان من میتونم حرکت 50 پیکسل رو با زدن دکمه تب یا خاموش روشن کردن پریویو ببینم. دکمه کپی رو میزنم. حالا دکمه کنترل دی رو به دفعات میزنیم تا گایدلاین کپی بشه. این یه روش هست. برای پاک کردنشون هم که میتونیم انتخاب کنیم همانند یک آبجکت دیلیتشون کنیم. با انتخاب مجدد میتونم انتخاب بکنم، ولی قبل از اینکه انتخاب بشه باید بیام مختصات تعریف کنم. روی صفحه کلیک میکنم، در قسمت پراپرتیز جایی داریم به نام کیبورد اینکریمنت. اینجا الان روی 1 پیکسل تعریف شده تو این قسمت. من اینو میذارم روی 50 پیکسل برای مثال. حالا هر عددی که شما بخواید بهش بدید. گایدلاین رو انتخاب میکنم و میام دکمه Alt رو نگه میدارم. Alt آلترناتیوی هستش برای کپی کردن. Alt رو نگه میدارم. با دکمه چپ راست بالا پایین میتونیم آبجکت یا گایدلاین رو کپی بکنیم. این گزینه در مورد آبجکت هم صدق میکنه. خیلی سریع من میتونم این کار رو به راحتی انجام بدم. مسئله بعد در مورد صفحه هست. بعضی از دوستان میان از این گوشه گایدلاین رو میخوام بیارن به صفحه، ناخواسته دچار یه اشتباه شدن. اشتباه این هستش که من الان اینجا مختصات صفحه رو به هم زدم. الان اینجا نقطه صفر من اومده وسط صفحه و اینجا نقطه صفر اومده این طرف. خیلی این مسئله پیش میاد و طراح رو دچار مشکل میکنه. هرگز از این گوشه مختصات تعیین نکنید. اگر میخوایم جای مختصات رو تغییر بدین داستانش فهم میکنه، ولی اگر میخوایم مختصات صفحه برگرده به نقطه صفر، این گوشه دابل کلیک میکنیم و نقطه صفر برمیگرده به سر جاش. موضوع بعدی در مورد گایدلاین این هستش که من میخوام از گرید مثلثی شکل برای مثال استفاده کنم. مثلث 3 برابر میدونیم که زاویه‌اش چند درجه است؟ 60 درجه. وقتی که کل گایدلاین ها رو انتخاب کنم، دکمه آر رو بزنم، این پوینتر مربوط به دقیقا محور چرخش دقیقا باید روی خط قرار بگیره. چرا؟ چون باید تعداد گایدلاین های ما فرد باشه. اگر تعداد گایدلاین ها زوج باشد ما رو دچار مشکل میکنه. من این گایدلاین رو الان اینجا پاک میکنم و دوباره انتخاب میکنم چون تعدادش مشخص بود. وقتی تعداد زوج باشه پوینتر بیفته وسط، اشتباه میشه برای دقیقا ساخت گرید مثلثی شکل. به همین دلیل هستش که ما حتما باید چیکار بکنیم؟ گایدلاین ها رو به تعداد فرد داشته باشیم. دکمه آر رو میزنم، دقیقا روی گایدلاین هست. دابل کلیک بر روی روتیت، اینجا زاویه 60 درجه رو من تعریف میکنم برای این کار. دکمه تب رو میزنم، دقیقا 60 درجه محقق شده. دکمه کپی رو میزنم، کپی شد. حالا همین مجموعه رو دوباره یه بار دیگه کنترل دی میزنم. به این شکل دقیقا میشه گفتش که ما گایدلاین ها رو به صورت دقیقاً مشبک یا به صورت دقیقاً 6 ضلعی های متعدد میتونید اینجا نگاه بکنید. هر چقدر تعداد گایدلاین ها بیشتر بشه، فضای بیشتری رو در اختیار شما قرار میده. چند تا نکته اول این که رنگ گایدلاین چگونه تغییر میکنه. دوباره به کنترل کی میام، در قسمت گایدز اند گرید میتونم از این بخش رنگ گایدلاین رو تغییر بدم. برای مثلا من برای این کار میام رنگ فرض کنیم همین نارنجی رو که من تیره ترش استفاده میکنم. به این ترتیب میتونم وقتی اوکی رو بزنم بیام بیرون، یا از اینجا میتونم از رنگ‌های آماده استفاده کنم یا لاینز رو در حالت داتس یعنی نقطه چین هم نمایش بدم. گایدلاین در این وضعیت چاپ نمیشه، رنگش تیره تر شد. خب توصیه من این هستش که برای استفاده از گایدلاین همیشه در لایه ها توی لیر 1 ما ببینید تعداد زیادی الان اینجا گایدلاین هست. برای اینکه گایدلاین ها رو من به صورت اختصاصی نگرشون دارم و دیگه دست نخورن در هنگام ترسیم، من اینجا رو دقیقاً میشه گفتش که در حالت مینیمایز قرار میدم، قفلش میکنم. دیگه تو این لایه کاری با گایدلاین ها ندارم. برای ترسیم میتونم به گایدلاین دقیقاً با ایجاد یک لایه جدید بیام با استفاده از ابزار پنتول، حالا وردارم پنتول رو، بیام با استفاده از قابلیتی که الان از این گرید میتونم بگیرم بیام شروع کنم به ترسیم کردن اون شکلی که لازم دارم. همونطور که مشاهده میکنید من بر روی قسمت هایی کلیک کردم که فقط نوشت اینترسکت و این اینترسکت رو فقط در حالتی داریم که حتما باید این گزینه سمارت گایدز باید فعال باشه تا در هنگام ترسیم این موارد رو ببینم. اینترسکت یا اینجا دقیقا اینترسکت، اگر تو اینترسکت نباشه
دقیقاً میشه گفتش که ممکنه که دچار اشتباه بشین در هنگام ترسیم کردن. همونطور که میبینیم ما برای این کار دیگه نیازی نیستش که به صورت ذهنی بخوایم چیزی رو بکشیم و بعد بیایم تنظیمش کنیم. این به من کمک میکنه که خیلی راحت‌تر این کار رو پیش ببرم و حالا برای تغییر رنگش هم میتونم از گزینه کالر استفاده کنم. اینجا یه مقدار مثلا این رنگ اینجا رو تیره تر بکنم، بعد بیام قسمت بعدی رو بکشم که یه مکعب رو به راحتی بتونیم اینجا ترسیم بکنیم و با عنوان یک آلترناتیو برای کارمون استفاده کنیم. وقتی کارم تموم شد فقط میتونم دکمه کنترل سمیکالون رو بزنم، نتیجه رو مشاهده کنم و اینکه بیام حالا فرض کنیم آوتلاین ها رو بیرنگ بکنیم تا یک شکل هندسی رو به همین راحتی توسط گایدلاین ترسیم بکنیم. مورد دیگری که میتونم به خدمتتون بگم این هستش که زمانی که حالا من صرف نظر از این که گایدلاین رو من الان اینجا هیدن کردم، میتونم توی همین لایه 2 از گزینه دیگری استفاده کنم برای گایدلاین یا گرید دایره‌ای شکل، پولار گرید تول. این ابزار بسیار جالبی هست، به خاطر اینکه اگر با خود همین ابزار با دیفالتش بیام ترسیم بکنم 5 تا دایره به من میده که همونطور که مشاهده میکنی این 5 تا با یه سری خط دیواید شده. خیلی به درد این میخوره که با ابزارهایی مثل شیپ بیلدر بیام اینجا قسمت بندی های اینو تغییر بدیم یا شکل‌های واحدی درست کنیم با شیپ بیلدر. حالا که تو قسمت‌های بعدی میتونین فیلمش رو دنبال بکنین، میتونین دقیقاً با هم افزایی که این ابزار بهتون میده میتونید خیلی راحت بیاین شکل‌های متنوعی اینجا بسازیم و قسمت‌های متنوعی رو با همدیگه مرج کنیم خیلی سریع. اما در مورد خود گرید، با دابل کلیک کردن روی این ابزار دیالوگ باکسی باز میشه که اولا سایز میتونید تعریف کنیم، بعد تعداد دوایری رو که لازم داری اینجا مشخص بکنیم. برای مثال من میذارم رو عدد 4، رادیال دیوایدرز رو من میذارم رو عدد 0، یعنی همزمان 4 تا دایره هم مرکز داره به من میده. وقتی که شما از این دایره دارین استفاده میکنی، حتی این آبجکتی رو که الان داره قطرش تغییر میکنه، من اینو میتونم تبدیل به گایدلاین بکنم. با دکمه سمت راست میتونم اینو بذارم تو حالت عرض کنم که توی حالت اینو از دکمه سمت راست شاید دقیقاً این کار انجام نشه. بریم توی گایدز، اینجا میک گایدز کنترل 5. بعضی وقتا دیده میشه، بعضی وقتا دیده نمیشه. الان دیده نمیشه چون من دکمه‌شو زده بودم. ببینید کنترل سمیکالون اینو فعال میکنه و میاره. کاری که من میتونم انجام بدم، چون گایدلاین های من در لیر 1 هستم، میتونم لیر 1 رو خاموش بکنم و فقط این آبجکتی رو که به صورت گایدلاین اینجا الان در اومده مشاهده کنم. میدونیم چاپ نمیشه، فقط به عنوان یک آلترناتیو باز میشه ازش استفاده کرد. دکمه آر رو میزنم برای روتیت، آلت رو نگه میدارم، این پایین کلیک میکنم، زاویه 30 درجه تعریف میکنم و کاپی، کنترل دی. همونطور که مشاهده میکنین الان یه شکل خیلی به هم پیوسته‌ای به وجود اومد که توسط این الان من میتونم هزاران شکل اینجا درست کنم. یا فرض کنین زاویه رو تغییر بدیم به زاویه 60 درجه، زاویه 30 درجه یه مقدار در هم رفتگیش بیشتر هست، من اینجا رو روی 60 درجه تعریف میکنم، کاپی و کنترل دی. همونطور که مشاهده میکنین الان یه گرید دایره‌ای شکل دارم که از طریق دقت به هم پیوستگی اینها باز میتونم بیام شکل‌های مختلفی رو ترسیم کنم، تو لایه قرار بدم، یا اینکه از حالت گایدلاین بخوام خارجش کنم. اینجا توی همون منوی ویو در قسمت گایدز میام ریلیز گایدز، آلت کنترل 5 رو میزنم، دوباره تبدیل به خط میشه. حالا میتونم فرض کنید از این بخش استفاده کنم برای اینکه با شیپ بیلدر بیام اینجا بازم شکل‌های مختلفی رو اینجا ترسیم بکنم یا از پیوستگی این اشکال به شکل‌های جدیدی برسیم. برای مثال یه همچین حالتی رو اینجا میتونیم دقت رخ بده توسط ابزارهایی که مشاهده میکنی. میتونم این کار رو انجام بدم و بعد آبجکت ها رو بیارم این رو آن گروپ بکنم یا کارهای مختلفی انجام بدم. همراه ما باشید. در قسمت های بعدی بازم موارد دیگری که کمک میکنه در ترسیم لوگو به شما معرفی خواهد شد. همراه ما باشید در وبسایت logonomy.ir.